هفته خبر تو خبر داره براتون از پنبه شدن رشته مذاکرات هسته‌ای که سیدعلی براش کیسه ها دوخته بود و مهره های تاق جفتش رو فرستاد تا دستاوردهای نداشته این مذاکرات رو باد کنن، از جمله علاءالدین فیتیل سوخته. فضا مثبت بود، قبول داریم فضای مذاکرات مثبته و میپذیریم. خب موقعیت ما رو برد بالا، یعنی اونا احساس کردن که بالاخره ایران مثل که هرچی میگه داره انجام میده. از اون طرف ثبات داخلی ما و گذر از انتخابات مجلس نهم با یک شکوه و حضور حد اکثری مردم، توانمندی ما در کمک به حل بحران‌های منطقه از جمله سوریه شرایطی رو ایجاد کرده بود که به نظر من رویکرد 5+1 رو از منفی به سوی حداقل فضای مثبت تغییر داد. این فضا اونقدر مثبت بود که هنوز صابون لغو تحریم روی دل عظما کف نکرده، آمریکا یه حلقه به تحریم‌های قبلی اضافه کرد و اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که دور جدید تحریم‌ها رو مورد بررسی قرار داده. خلاصه میزی که عظما برای مذاکرات چیده بود طوری به هم خورد که نفهمید از کجا خورده. اما بشنویم از عمق استراتژیک نظام ولایت در سوریه که وقتی اعزام پاسدار و لباس شخصی و کشتی‌های سلاح نتیجه نداد، به فکر استفاده از تجارب پشم و شیشه آخوندی برای عقب انداختن سقوط این نردبون بدقواره، یعنی همون بشار اسد افتاد. توی شرایطی که مردم سوریه تحت فشار قحطی و کمبود اولیه ترین امکانات زندگی هستند، مجریهای بشار تیوی به سبک تیوی ریش با دست گرفتن 2 تا تخم مرغ و یه نون گاز زده میخوان بگن تو سوریه فراوونیه. إذن بهذا السلاح جابها أبناء الشعب السوري اليوم تطاول السفير الفرنسي ومن قبله الأمريكي، مؤكدين من خلال ردات فعلهم رفضهم القاطع لكل ما يفعله أي طرف في محاولة منهم للعبث بأمن هذا الوطن. لأخبار تلفزيون الدنيا، رانيا ذنون، دمشق. شائعات تطال رغيف الخبز، لكن هذه المادة متوافرة وبشكل طبيعي. الأزمة سببها التخوف وبعض الشائعات، لكن الشعب السوري يواجه كل هذه الشائعات بوعيه وتصديه لكل ما يمر به من أزمات. أريش فرزلي للإخبارية السورية. الحمد لله والأسعار رخيصة قوي قوي قوي، الحمد لله الحمد لله، والرغيف كبير والمواصلات فاضية والشقق كتيرة وكل شوية تقولوا لنا فكوا الحزام فكوا الحزام، يعيش الحكومة. اما دم جوانای سوری گرم که هم مچ این پاچه خارا رو گرفتن و هم حال بشار اسد رو. خب حالا اینو داشته باشید تا بریم سراغ نمونه دوم که یه مصاحبه بسیار تاثیرگذار از احساس شهروندان دمشق نسبت به انتخابات نمایشی مجلس بشار اسده. حین صحبت‌های این شهروند راضی از بشار اسد، شما اون مرد سبزپوشی که اون پشت وایستاده رو داشته باشین، چون بعداً باهاش کار داره. يعرفوا شو مشاكلنا شو همومنا، اهم شيء انه يعرف المواطن شو بده شو لازمه، متطلبات يرفع صوته لفوق للاعلى، لانه اذا ما رفعنا صوتنا للمسؤولين كيف رح يحسوا فينا، يعرفوا شو مشاكلنا شو همومنا. بله، بعد از این مصاحبه سفارشی حالا نوبت پرداخت صورت حسابه. حق مطالب الشعب اللي انتخبه. هم آقای سبزپوش راضی و هم خانوم سیاه‌پوش. شلختگی تو صحنه سازی بعد جوری دست گل به آب میشه. اما بریم سراغ اون یکی پسرخونده عظما، یعنی مالکی، که این روزها هر کدوم از پایه های کرسیش از یه طرف کشیده میشه. مالکی هراسون خودشو به تهران رسون
تا یه سرم تقویتی از عظما دریافت کنه. گسترش همکاری‌های اقتصادی، مواضع دو کشور در خصوص سوریه، اخراج منافقین از عراق و پیگیری راه‌های اجرایی کردن اسناد همکاری دو کشور از مهمترین محورهای مذاکرات نخست وزیر عراق با مقامات کشورمان است. نوری مالکی در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی به ایران آمده تا در سفری 2 روزه راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور را بررسی کند. البته این جور راه‌ها رو وزیر راه مالکی خیلی رو و بدون تعارف قبلا طی کرده. بگذریم از این که هر دو طرف اونقدر درب و داغونن که معلوم نیست این وسط کی میخواد به اون یکی امداد برسونه. برانکات با سرعت هرچی تمام‌تر وارد زمین بازی میشه تا بازیکن آسیب‌دیده رو از زمین بازی خارج بکنن. بازیکن آسیب‌دیده رو برمی‌دارن و از زمین بازی خارج می‌کنن. کسانی که داشتن برانکار و بازیکن آسیب‌دیده رو داشتن خارج می‌کردند به زمین افتادن. حاملین برانکار روی زمین افتادن، یکیشون یه مقدار آسیب دیده. خبر جنجال برانگیز دیگه بیت عظما که در هفته گذشته آنتن ترکوند، خبر شبیه سازی پهپاد آمریکایی توسط دانشمندان بسیجی بود که تو سراسر دنیا طوفانی از خنده برپا کرد و هر کی از راه رسید یه چیزی بار این خبرسازی عظما کرد. یه عده هم نسبت به عواقب قمپوزدر کردن‌های الکی هشدار دادن. Aufgepasst, nur über den Wolken ist die Freiheit wirklich grenzenlos. Für ihr Talent sind sie stadtbekannt. حالا بریم سراغ بزرگترین سوتی این هفته، یه سوتی 40 تن. نظام ولایت که از مدیریت جهان کوتاه نمیاد و میریم ان شاءالله در 35,000 کیلومتر قرار میگیریم چند تا ماهواره از بالا مدیریت میکنیم. حالا همین اخیراً که یه بارون بهاری متروهای تهران رو پر آب کرد، شهردار تهران یا همون خالیباف در مقابل این بحران سقف جدیدی از مدیریت رو ارائه کرد. از بالا مدیریت میکنه. این هفته هم طبق معمول رقابت شدیدی برای قرار گرفتن در صدر جدول مشنگ‌ها توی نظام برپا بود. اولی این بسیجی فعال در حقوق زنانه که تقسیم کار آخوند پسندی رو در حوزه امور خانواده پیشنهاد میکنه. یه مقداری تو میوه پوست کندن نه من، همه مردا تنبلن. خب خانوما بیشتر زحمت میکشن، میوه رو پوست میکنن. خب اینم کار دو جانبه است. خانوما زحمت میکشن، پوست میکنن و میخوریم. 50-50 است. اینم یه جور مشارکت. مشنگ بعدی تکراری ترین مشنگ خبر تو خبره که این دفعه تجاربش در برخورد با آخوندهای شپشوی نظام رو به رخ دنیا میکشه. اخیراً شنیدیم دانمارک یا سوئد اعلام کردن که کل کشور شپش گذاشتن. بعد 5 میلیون جارو برقی، واقعا چه علمی. بیا من بهشون یاد بدم چجوری شپش سر رو بکشید. خیلی ساده. 5 میلیون جارو برقی گرفتن که با این جارو برقی دار روی طرف که این شپش ها رو بکشید بده تو جارو برقی. اخبار میفت. این علم پیشرفته امروزه. حالا با جارو برقی شپش بکشن. و این هم یه نمونه از تبلیغ مشنگانه انتخاباتی برای یه نماینده بسیار متواضع مجلس نظام که یه شیپورچی استخدام کرده تا قربون صدقش بره. چه بخنی رای بده؟ چرا به خدا صندوق شوداری چه بخنی رای بده؟ وکیل مجلس کیسه؟ کی مردم بگوش کنه؟ همشه مردم کیسه؟
کسه محبوب مردم کسه آقای مردم کسه عاشق مردم خواهش کنم این عنایت بکن همین الان اعلان رضایت بکن. از قدیم گفتن فارسی شکر است. برای اینکه شما هم در انتها شیرین کام بشید توجهتون رو به استعداد یه جوون خارجی جلب میکنیم که اشعار فارسی رو طوری ادا میکنه که هر کی ندونه فکر میکنه بچه خیابون خیام تهرانه. تولد تولد تولدت مبارک. تولد 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 مبارک. تولد تولد تولدت مبارک. تولد 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 مبارک. بیا شمع رو فوت کن که 100 سال زنده باشی. بیا سفش رو فوت کن بیا سفوس که موشی. بیا شمع رو فوت کن که 100 سال زنده باشی. بیا سفش فوت کن بیا سفوس باشی. من بیمه ناب زیستن نتوانم. مات بی نو سیست متمونم. بی باده کشی بارتن نتوانم. بی بارتشی بی بارتن کنم. من بنده آن دمم که ساقی گوید من گت بیگه کم بام به لیست پوریت. یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. یک جام نبریم پونم متنم مرا.